میخوام امروز 3 تا نکته بهت یاد بدم وقتی وارد یک جمع میشی یه آدم جذاب و کاریزماتیک دیده بشی. و گزینه سوم که تو این ویدیو گفته میشه رو معمولا 99% آدما باش مشکل دارن، پس تا آخر ویدیو همراه باش و لایک و شیر کردن یادت نره. حرکت اول لحظه‌ایه که در باز میشه، اون ریاکشنی که نشون میدین به اعضایی که داخل اون اتاق هستن. اصلا هول نمی‌کنی، با اضطراب و عجله وارد نمیشی. یه ایست و مکس کامل، یه نگاه به اعضای داخل اون اتاق که نشونه آرامش و خونسردی و اعتماد به نفس تو رو میرسونه و بعد وارد شد. مسئله دوم مسئله نشستن و جایگیری توی اون جمعه. بهتره که خیلی سریع وارد جمع نشین، یه گوشه خیلی خوب برای خودتون پیدا بکنین. حالت نشستنتون نشستن چنباتمه یا جمع و جور نباشه، مثل یه مرد رفتار بکنین، فضا بگیرین، جا بگیرین، بادی لنگویج درست داشته باشین. نشستنتون باعث بشه که بقیه متوجه حضور شما و حضور قدرتمند و پررنگ شما بشن. گزینه سوم که معمولا همه باش مشکل دارن، شروع صحبت کردن توی یک جمعه. شروع صحبت کردن نباید وسط حرف بقیه پریدن باشه، نباید با صدای خیلی آروم و خفه‌ای بخوای یه چیز رو عنوان بکنی یه نفر بفهمه 5 نفر نفهمن. شروع صحبت توی جمعی که وارد میشین باید خیلی هوشمندانه و اسمارت باشه. نگاه بکنین ببینین اون جمع داره راجع به چه مطلبی صحبت میکنه، یه مطلبی آماده بکنین و در زمانی که جمع ساکت شده با این جمله شروع کنین که منم یک خاطره‌ای در این مورد دارم یا منم یک نظری در این مورد دارم و خودتون صحبت رو داخل جمع شروع بکنین و منتظر نشین که کسی ازتون سوال بکنه. این نوع شروع کردن صحبت نشونه درایت و اعتماد به نفس شماست. پس این مطلب رو رعایت بکنین به علاوه 2 تا مطلب قبلی و ببینین حضورتون توی اون جمع چه تأثیر قدرتمند و مردونه‌ای داره.